توی ایران با این هزینه‌های وحشتناک و چندرخواست حقوق که تا سر ماه نمیرسه، مگه میشه پس‌انداز سرمایه گذاری کرد؟ نه نمیشه. دلت خوشه؟ آره دلم خوشه. بذار اول یه داستانی برات بگم که چند وقت پیش خودم شنیدم، خیلی برام جالب بود. طرف داشت واسه من تعریف میکرد، میگفت من به بچه‌هام خرجی میدم برای اینکه برن مدرسه، حالا با اسنپ میرن میان یه چیزی بخورن اونجا، اما بچه‌های این دور زمانه همشون پول جمع کن شدن. بچه‌های من پول جمع میکنن، پس‌انداز میکنن. بهشون گفتم خب واسه پول جمع میکنی؟ من دارم براتون جمع میکنم دیگه. طرف خودش وضعش خوب بود، تا اینو گفت من بهش گفتم ببین فلانی، این تربیت تو باعث شده که بچه‌هات اینجوری باشن. این محیطی که بچه‌هات دارن رشد میکنن، این تفکر سرمایه گذاری و پس‌انداز کردن و تو ذهنشون به وجود آورده. اما من نوعی توی 30 سالگی باید بفهمم که سرمایه گذاری و پس‌انداز کردن خیلی مهمه. الان شاید بگی خب منم میدونم. نه نمیدونی. اگه میدونی هم عمل نمی‌کنی. من وقتی به گذشتن نگاه میکنم میبینم سرمایه گذاری‌های خوبی نداشتم، تصمیم‌های مالی خوبی نگرفتم، اصلا نمیدونستم که باید تصمیم بگیرم، حواسم به مدیریت پول باشه. انقدر ما توی شرایطی بزرگ شدیم که آگاهی نداشتیم، آخر با سیلی واقعیت روزگار ما بیدار شدیم که بفهمیم بابا باید پس‌انداز کنی، باید یه کاری انجام بدی. حالا تو این داستان اون بچه اگه در آینده شرایط اقتصادی بدی هم تجربه کنه، چون تفکر سرمایه گذاری ملکه ذهنش شده، بازم از آدمایی که شرایط اقتصادشون بده و این تفکر رو ندارن خیلی جلوتره. الان شاید بگی با درآمد کم نمیشه پس‌انداز کرد. این سواله کلا اشتباهه، چون اون باوره رو یعنی هنوز نداری. چون من خودم خیلی ها رو دیدم، واقعا دیدم که وضع مالی ضعیفی دارن، اما ضعیفتر از وضعیت مالیشون تواناییشون تو کنترل مدیریته، تو پس‌انداز کردنه. طرف میبینی وضع مالیش واقعا خوب نیست، اما یه هزینه هایی میکنه که واقعا میمونی که تو واقعا لازم بود این کار رو انجام بدی. ببین کلا 2 تا راه حل بیشتر نداری، یا باید قربانی این شرایط باشی یا بجنگی با هر شرایطی که داری. دومی سخت‌تره. آدما بیشتر دوست دارن تحمل کنن تا تغییر کنن. یه داستان قربانی از خودشون میسازن، ترگل برگلش میکنن، گلگل ماشاءالله میچسبونن بهش، واسه آدما تعریف میکنن. اولین قدم این شد که من باور داشته باشم که میتونم پس‌انداز کنم، ناامید نباشم. حالا باید چیکار کنم؟ یه جمله هست که میگه سبزی فروش با حساب کتاب به همه جا میرسه، تاجر بی حساب کتاب ورشکست میشه. اولین قدم بعد باوره به نظر من نوشتن هزینه هاته. حالا نمیخواد ریز بشی همه هزینه ها رو بنویسی. البته این کارو بکنی خیلی بهتره. من خودم یه مدت این کارو میکردم و الانم تقریبا انجام میدم. وقتی هزینه هاتو بنویسی، یه مدت که بگذره، یه نگاه بکنی، میبینی کلی رفتارهای غلط داری تو خرج کردن. شاید روز اول به چشم نیاد، ماه اول به چشم نیاد، ولی بعد 3 ماه که اینا رو نگاه میکنی میبینی من کلی رفتار غلط دارم که میتونم اصلاحش کنم. مثلا یه جایی میتونی از حمل و نقل عمومی استفاده کنی، غذای بیرون کمتر بخوری، از خونه غذا ببری. حالا میای بودجه بندی میکنی، مثلا ماهی 100,000 تومان میخوام پس‌انداز کنم. خدا قوت پهلوان، خسته نباشی. با 100 تومان مگه میشه به جایی رسید؟ نه واقعا نمیشه رسید. اما سرمایه گذاری و پس‌انداز کردن 2 ماراتونه، نه 2 سرعت، 2 استقامته. مثل این گیاه بامبو که میگن حالا میکاری بعد 5 سال تو 2 هفته 30 متر رشد میکنه. با 100,000 تومان 100,000 تومان شروع به پس‌انداز کنی، شاید سال اول سال دوم به هیچ نتیجه‌ای نرسی، اما حداقلش اینه که اون تفکر پس‌انداز کردن رو یاد میگیری. خودم به عینه 2 نفر از یه خانواده رو میشناسم که درآمد یکیشون نسبت به اون یکی 2 برابره، اما اینی که درآمدش 2 برابره هیچ سرمایه گذاری و پس‌اندازی نداره، یعنی اصلا نمیدونه چی کار میکنه، ولی اون یکی مدیریت داره و پس‌انداز کردن و سرمایه گذاریشو من دیدم. حالا به فرض که ما تونستیم پس‌انداز کنیم، حالا با این پس‌اندازه چیکار کنیم؟ خب 100% که پولو نباید بانک بذاری. پولو که میذاری بانک آب میشه.
باید باهاش یه حرکتی بکنی دیگه. پول ما هم اونقدر نیست که ماشین و ملک و زمین و اینجور چیزا بخریم. ببین طلا هم که الان دیگه خیلی گرون شده، جرئت نمی‌کنم قیمتش رو تو این ویدیو بگم چون معلوم نیست این ویدیو رو کی می‌بینی. مطمئناً اون روز خیلی گرونتر میشه. اما الان چیزی که رو بورس خیلی مردم دارن سمتش میرن صندوق‌های طلاست تو بورس. این صندوق طلا تو بورس با خود سهامی که تو بورس میخری و خیلیا متضرر شدن، خیلی سرشون کلا رفت، با اون فرق میکنه ها. این وابسته به طلاه. اما من نمیگم که برو صندوق طلا تو بورس بخر، میگم مواظب باش. حداقل این چیزایی که بهت پیشنهاد میکنن طلاهای آنلاین اینا رو نخری، چون خیلی جاها داره خالی فروشی اتفاق میفته، یعنی هیچی تو در اصل نمیخری و خیلی خطرناکه. اما خب چی کار کنیم بالاخره با این پول کمی که ما داریم؟ بالاخره باید یه حرکتی بزنیم دیگه. ارز دیجیتال و سهام خریدن تو بورس رو پیشنهاد نمی‌کنم مگر اینکه تخصص داشته باشی، بلد این کار باشی. تجربه شخصی من، اگه اصغر رفیقت بهت گفت برو فلان سهامو بخر، حتی اگه سر در میاره، به نظر من حرفشو گوش نکن. یه جمله هست که میگه وارد هیچ بازی نشو حتی اگه اون بازی به نفع توه وقتی قواعد بازی رو بلد نیستی. خودت یاد بگیر، خودت بیفت دنبالش و آهسته آهسته قدم بردار. من خودم از صندوق طلا تو بورس استفاده کردم و موردی نداشته، اما بازم حرف منو گوش نکن که من تو این ویدیو میگم تو بری بخری. نه، خودت تحقیق کن و به نظر من چیز خوبیه، ولی بازم خودت تحقیق کن و به نتیجه برسی که این کارو بکنی یا نه. طلای فیزیکی هم خوبه دست دومش رو بخری که حدوداً اجرتش 7%، از جای معتبر بگیری و فاکتور داشته باشه. اما خب ممکنه پولت الان نرسه که طلای فیزیکی بخری. میگم این صندوقای طلا با 100,000 تومان میشه خرید. بازم میگم خیلی تحقیق کن در موردش که فردا اگه اتفاقی افتاد با تحقیق خودت باشه. و در آخر این نکته مهم رو بگم که قبول دارم زندگی تو ایران واقعا خیلی سخته. خیلیا این حقوقی که میگیرن تو 15 و 20 بیشتر نمیرسه. خب اون چجوری پس انداز کنه؟ اما تو این ویدیو چیزی که مد نظر من بود اون تفکر و باوره بودش که فقط این تفکر رو داشته باشی، یه قدم هرچند کوچیک برداری واسه پس انداز کردن، واسه سرمایه گذاری کردن. چون بازم میگم من خیلی از آدما رو دیدم که درآمدهای کمی دارن ولی مدیریت میکنن. خیلی شرایط سخته، اینکه ناامید نباشی، اینکه بخوای حتی 100,000 تومان پس انداز کنی واقعا سخته. اما آدما همیشه وقتی که تو اجبار قرار بگیرن خیلی کارو از دستشون برمیاد. یه وقتایی پس انداز کردن باید اجبار واسه ما تو زندگی باشه تا از خیلی چیزایی که میتونیم بازم بزنیم و سرمایه گذاری رو پس انداز بکنیم. هرچند که میدونم ما داریم از خیلی چیزا تو زندگیمون میزنیم. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خیلی مخلصم.